استراتژی‌ترین کشورهای دنیا. اگر درباره استراتژی‌ترین کشورهای دنیا صحبت کنیم، یکم می توانیم امریکا را مثال بیاریم، یعنی ایالات متحده آمریکا را. آن در میان دو اقیانوس جای دارد و از 48 ایالت عبارت است. نه، دو ایالت دیگه هم هست، ولی دورتر از این ایالت ها. همین بود که ایالات متحده آمریکا در جنگ یکم جهان و دوم جهان هم شکست نخورد، پیروز گردید. این پیروزی ها ایالات متحده آمریکا را ابرقدرت گردانید. اگر ایالات متحده آمریکا معاصره هم گردد، گرسنگی رخ نمی‌دهد، زیرا زمین‌های وسیع کشاورزی دارد. در آمریکای شمالی و جنوبی یگان کشور نیست که با آمریکا رقابت کند. ایسلندیا، دومین کشور استراتژی. آن در بالای اقیانوس اتلانتیک قرار دارد و تمام اقیانوس را می بیند. در اطراف این کشور یا خود این جزیره تا درجه ماهی هست که مردم را گرسنگی فرا نمی گیرد. گرچندی که مساحتی کم را دارد، ولی شدیداً استراتژی است. کشور دیگر این هندوستان است که جمعیت زیاد دارد. اگر به تاریخ هندوستان نگریم، در گذشته هم جمعیت زیاد داشته است. از حساب موقع خوب داشتنش از هر گوشه ها به اینجا می آمدند. همین است که در هندوستان 120 نوع یا خود زبان‌های گوناگون هستند. در گذشته زبان معاشرت بین این قوم‌ها زبان فارسی بوده است و بعدها که انگلیس‌ها آمدند انگلیسی می شود. هندوستان استراتژی ترین مستملکه بریتانیای کبیر به حساب می رفت. کشور بعدی این ایران است. می توانیم گوییم که 20% نفت جهان از تنگی هرمز ایران می گذرد. ایران را در گذشته پیوندگر سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا می گفتند. کشور دیگر این زلندیای نو است که آن دور افتاده است. از همین جهت خیلی استراتژی است. کشوری که با او نزدیکی دارد این استرالیا است که حدوداً 1500 کیلومتر بین آنها فاصله است. کشور بعدی این ترکیه است. ترکیه با تنگی بوسفور و شهر استانبول. بریتانیای کبیر باشد، این هم استراتژی است. بهترین قسمت استراتژیش این قسمت شمالش است و موقع جغرافیاش هم او را استراتژی کرده است. ایتالیا، افغانستان و چین هم موقع خوبی استراتژی دارند.